اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه بر ما جسم و جان است، خدای آشکار و نهان است. خداوندی که جان در تن نهان کرد، ز نور خود زمین و آسمان کرد. شاهی است که از حال گدا آگاه است. شاهی است که از حال گدا آگاه است، در روز قیامتش شفاعت خواه است. در نعت کمال او چی گویم او را، از بس که محمد رسول الله است. بعداً السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستداران این روز مبارک، خداوند رب العزت در این روز با سعادت ما را به دیدار هم رسانید. از الله ذوالجلال تمنا و دعاگوی آن هستم که پروردگار مهربانم به حرمت این روز مبارکت، به حرمت دوستداران این روز مبارکت که امروز به خاطر شنیدن کلام حق به این درگاه نور آمدن، الله مهربانم این بیماری که امروز جامعه جهانی را به تشویش آورد، ای الله قدرت داری، از سر بندگان دورش بگردان. خداوند سرجمعی و جماعه ما را پروردگار را پریشان مساز. الله ذوالجلال این جانشستگان را مأمور به جنت بگردان. آمین یا رب العالمین. عزیزان، موضوعی که امروز به سهم شما میرسانیم شکر این نعمت است و به جا آوردن ادب در برابر خداوند رب العزت است. جوان مرد عزیز، روزگار را غنیمت بدان، زندگی را دوست بدار و با خدا رابطه دوستی را قوی بگردان. زمانی اگر بنده با الله رابطه داشت و فرموده الله را به جا آورد، خداوند این بنده را در رحمتش گرفتار میکند، او را اسیر رحمت خویش میگرداند و الله ذوالجلال با نظر رحمت برای این بنده اش نگاه میکند. الله ذوالجلال در کلامش بیان میکند: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا الله ان کنتم ایاه تعبدون. صدق الله العظیم. خدای ذوالجلال بیان میکند: ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که در پایه ایمان زندگی دارید و ایمان خویش را با سجده ها نور میدهید، رونق میدهید، از نعمتهای پاکیزه ایمان تناول کنید. دوستای مهربان، خداوند ذوالجلال نعمت زیادی را بالای زمین آورده است و برای ما و شما بهترین گوهر عقل داده است که نعمت پاک را تناول کنیم. برادری عزیز، از نعمت ناپاکی امروز دیدیم که جامعه جهانی به خطر آمد. از چیزهایی که خدای ذوالجلال خوردن آنها را حرام گردانیده بود، اما نفر این حرام را تناول کرد، به چه خاطر، به چه دستور و به چه مشکلات رسیدیم. الله ذوالجلال بیان میکند: ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهایی که من بالای زمین پاک و منزه قرار دادم، از آنها تناول کنید و تنها من را پرستش کنید. در پرستش فقط من لایق پرستشم. خداوند ذوالجلال بیان میکند: و شکر نعمت من را به جا بیارید. برادری عزیزم، هر نعمتی را که خداوند ذوالجلال برای بندگانش عطا نموده است، در پایان نعمتش لذتی را قرار داده است، شیرینی این نعمت را عطا نموده است. نعمت حق شمار که شکرش بگذار، نعمتت را اگر چی نیست شمار. اگر بنده نعمت خدا را شکر کند، از نعمت خداوند ذوالجلال تناول کند و لذت شکرش را با زبان بیارد، برای اون بنده شماری نیست. شکر باشد کلید گنج مزید، گنج ها خواهی منه دست به کلید. ای بنده مسلمان، اگر میخواهی نعمت الله را شکر کنی، میخواهی از نعمتهای خدا برخوردار باشی، اون را توسط شکرش زیاده بگردان. خداوند مهربان
برای بندگانش نعمتهای فراوانی عطا کرده است. اگر بنده در برابر این نعمتهای شکر را به جا آورد، آن بنده با سعادت است. روزی مردم مردی را در راه دیدند که دستان کوتاه داشت و پایهایش هم کوتاه بود، اما به سوی شکر الله بسیار با محبوب می رفت. از او پرسیدند خداوند تو را در این نعمتهایی که ظاهراً است برایت کوتاهی داد، اما نعمت شکر را محبوب دانستی؟ آن مرد گفت خداوند مهربان در برابر نعمتم برایم فضیلتی داده است که تن صحت است. امروز برادری عزیزم، به خاطر به دست آوردن صحتی چه عملهای انجام نمیدهیم که این برکت روزگار ماست. پس ای دوست، ای هموطن، اگر میخواهیم تن خویش سالم باشد، اگر میخواهیم وجود خویش سالم باشد، برای آزار بنده یک کمک نداشته باشیم. حضرت عمر رضی الله عنه روز جانب یارانش گفت من گفت در پیشگاه خداوند از یک چیز میترسم که روز الله ذوالجلال من را به محشرگاه قیامت بیارد و منادی ای ندا کند که ای عمر بیا به سوی جنت. من گفت از آن میترسم که مبادا به در جنت بیایم و یک مخلوق الله ذوالجلال ندا کند، یک اشتر ندا کند بگوید پروردگارا عمر را از جنت بگردان. گفت من میترسم که بگوید این اشتر که پروردگارا در زمانی امیرالمؤمنین بودن حضرت عمر راهها همه پر از سنگ بود و من در زمان راه رفتن پایم آسیب دید، نمیخواهم عمر به جنت بیاید. بترس از آه مظلومان که در وقت دعا کردن اجابت در دری حق بهر استقبال می آید. برادری عزیز، پدری مهربان، ما و شما نابسته از کسب و کار در روزگار وظیفه داریم. سری خاندان، نفر سری کارگاهش، نفر سری تجارتش. همین درس حضرت عمر رضی الله عنه را در گوشمان جا کنیم که روز قیامت شود ما را به در جنت گسیل کند خداوند. نفر پیدا شود و بگوید که در زمانی که حاکم بود، در زمان وظیفه داشت، رئیس بود، بالای سر ما بود، حق من پایمال کرد. از آن روز بترسیم که روز قیامت روزی است که مردم از آن وحشت قیامت، مادر از فرزندش بیزار است، پدر از پسر بیزار است. ای مردم، امروز همین نشانه آمده است، همین نشانه قیامت امروز آمده است. خدای ناخواسته فرزندت اگر این بیماری شود، دستور نداری به نزدش بروی و بالایش قطره آب بچکانی یا صلات جنازه اش را بخوانی. این یکی از نشانه قیامت است. میگریزیم، از نزدیکترین جگربندت میگریزیم. خدای ذوالجلال بیان میکند که آن روز مادر به خاطر شیر دادن فرزند سینه‌اش بیرون نمیکند. حیوان و انسان‌های حامله فرزند میپرتایند از وحشت قیامت. امروز همین وحشت‌ها میبینیم جامعه را فرا گرفته است. فقط توبه را محبوب دانیم. توبه کردن را به درگاه خدا محبوب بدانیم و در دعا و در عبادت با صبر و با تحمل باشیم که خدا به سرمان نآرد، که نعمتهای دنیا همه تلخ می شوند. زمانی اگر برادرم خاندانت همه نعمت را داری، اگر یک نفر در خانه‌ات بیمار باشد، نعمت لذت ندارد. دوست مهربان،
اگر سری خاندانی بیمار رفتی تمام نعمت برایش بردی، برای او لذتی نیست، به نفر دیگری میدهد، زیرا جسم سالم نیست. پس زمان ای بنده ای مسلمان نعمت را توسط شکر نعمت انجام دادی، برایت خداوند نعمت را لذت عطا میکند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم پیامبری بشیر و نذیر شبها رو به عبادت میگذرانیدند. مادرمان حضرت عایشه رضی الله عنها بیان میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم شبها چنان عبادت میکردند که پایهای مبارک حبیب خدا ورم میکردند. از شب راست ایستادن، نماز خواندن، سجده نمودن. مادرمان پرسیدند یا رسول الله چرا این کار را میکنی؟ خداوند گناهی تو را مغفور کرده است. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفت آیا من بنده شکرگزار در نزد الله نباشم؟ برادری عزیز، این حدیث برای ما و شما درس است. نوابسته از کسب کار و روزگارمان عبادت و سجده را محبوب بدانیم و در زمان سجده کردن و عبادت کردن بنده شکرگزاری الله باشیم تا خداوند نعمتها را برای ما و شما عزیزان لذت قرار بدهد و از این نعمتها خداوند برای ما و شما پاداش نیکی را عطا کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنند ای امتان من، شما در زمان تناول کردن لقمه ها نظر به لقمه ها بکنید که مبادا لقمه ها مانع اجابت دعا شوند. زمان ای مرد اگر به خاندان طعام آوردی ببین که از کدام راه به خانه‌ات میآری و نظر به لقمه هایت بکن که آیا میتوان از این لقمه رابطه را با الله پیوست کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگر امتان من در تناول کردن لقمه هایشان از خدا شکر داشته باشند، خداوند مهربان از این نعمت ها برایشان لذتی عطا میکند. عزیزان، این دنیا ایستگاهی است که ما و شما روز این را ترک میکنیم. بهترین درگاهی که با خدا صحبت میکنیم همین منظره هست که در اینجا مکانی کسی معین نیست. کسی از روی وظیفه اش در این صف نمی نشیند، از روی آمدنش می نشیند. پس ای بنده، اگر با درگاه خداوند ذوالجلال توسط شکر و ادب مراجعت کردیم، خداوند ذوالجلال دعای ما را استجابت میکند، قبول میگرداند. نزد ارباب هنر مایه ایمان ادب است. اگر میخواهی بنده ام ایمانت به درگاه خدا کامل باشد، در زمان عبادت، زمان طلب دعا کردن با ادب باشیم. لاجرم پیشه مردان سخندان ادب است. اگر بخواهی با خداوند صحبت کنی، دایره ادبت را ای دوست رعایت نما. آدمیزاد اگر بی ادب است آدم نیست. اگر ما و شما برادری عزیزم دایره ادب را در درگاه الهی رعایت کردن نتوانیم، نفس را در زمان عبادت کردن رعایت کردن نتوانیم، در پیشگاه خداوند از جمله بندگان شاکر نیستیم. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. خداوند ذوالجلال انسان را حیوان مکلف صاحب عقل آفریده است که ما و شما اگر چند انسان هستیم مثل حیوان تناول میکنیم، راه میرویم، زندگی میکنیم، میبینیم، میشنویم، اما فرق بین انسان از حیوان در ادب شناخته میشود. یک دو روزه در این ملک جهان مهمانیم، همه در این دنیا مهمانیم.
کسی صاحب ملک بالای این زمین نیست، الله صاحب ملک. با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است. خداوند ما را در این منظره ای که چند روز زندگی داریم، الله برایمان رزق عطا میکند، نعمت سلامتی و دارایی عطا میکند، باید به درگاه خدا بنده با ادب باشیم. کردم از عقل سؤالی که بگو ایمان چیست؟ عقل بر گوش دلم گفت که ایمان ادب است. اگر برادرم در برابر عبادت نعمت ادب را اگر جای دادی، ایمانت کامل می شود، جسمت سالم می ماند. ششم بکشای و ببین جمله کلام الله را آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. این کلام ربانی انسان به ادب و به پرهیزگاری و به خداجویی دعوت می کند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم این معلم بشر شخصیتی بودند که خداوند ذوالجلال برایش نعمتهای زیادی را در وجود این معلم بشر برای ما درس قرار داده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وجودش 11 علامتی داشت که این علامتها را خداوند ذوالجلال برای دیگران نداده بود. یکی خداوند ذوالجلال برای پیامبر صلی الله علیه و سلم علامتی را در سرش قرار داده بود که زمان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم راه می رفتند، با امر الهی ابر بالای سر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را سایگی میکرد. این یکی از معجزه های حبیب خدا صلی الله علیه و سلم است که زمان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم راه می رفتند، ابر بالای سرش سایگی میکرد. این علامتی بود در سر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در چهره مبارکش علامتی داشت که زمان کسی پیامبر صلی الله علیه و سلم را از روی اهل ایمان میدید، پیشانی مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم علامت نور داشت. خداوند ذوالجلال برای پیامبر صلی الله علیه و سلم در چشمانش علامتی داده بود که نگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه رحمت بود و کسی را حبیب خدا صلی الله علیه و سلم نظاره میکرد، از نگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم راحتی پیدا میکرد. خداوند ذوالجلال در دماغ پیامبر صلی الله علیه و سلم نعمتی عطا کرده بود که بوی خوش را در مشامش میدید و هر نفری در صحبت حبیب خدا صلی الله علیه و سلم می نشست، از دماغ حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بوی مشک بیرون می شد. الله ذوالجلال در شنیدن حبیب خدا صلی الله علیه و سلم نعمتی را عطا نموده بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم صدای نوشتن قلم لوح المحفوظ را میدانست. این معجزه های حبیب خدا صلی الله علیه و سلم است. خداوند ذوالجلال نعمتی را در آب دهان پیامبر صلی الله علیه و سلم نهفته بود که زمان قطره آب اگر در آب شور می افتید، از لعاب دهان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم خداوند آب شیرین می گردانید. الله ذوالجلال در کفهای مبارکی پایهای حبیب خدا صلی الله علیه و سلم نعمتی را عطا نموده بود که بالای خاک یا کومزار رسول الله اگر قدم میماند، کف پای مبارک در آنجا ایزش نمیماند. اما اگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بالای سنگ قدم میماند، نقش پای حبیب خدا اونجا برای پیغمبر خدا آماده میشد. خداوند ذوالجلال
در قد پیامبر صلی الله علیه و سلم نعمت عطا کرده بود که زمان با کسی اگر راه میرفت حبیب خدا از اون نه بلند بود و نه پست. اینا معجزه هایی هستند که خداوند برای این معلم بشر عطا کرده است. الله ذوالجلال در پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم نعمت عطا کرده بود که اون مهر نبوت بود که ثبت گردیده بود لا اله الا الله محمد رسول الله. پس ای امتان محبوب پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما را خداوند ذوالجلال بهترین معلم برای درس زندگیمان قرار داشت. اگر صحیفه روزگار آن را در خاندان، اگر مکتب ایشان را در نزد زن و فرزندان ذره را هم اگر بخوانیم برای اونها درس زندگی است. رو پسر پندی پدر گوش بکن، هر شب و روز دولت و سولت و تاج سری مردان ادب است. اگر پدری از روزگار حبیب خدا صلی الله علیه و سلم برای خاندانش ذکر کند، بگوید بچه جانم از این مکتب نعمت بگیر، از این روزگار معلم بشر صلی الله علیه و سلم درس بیاموز، برایش نعمتی است از همه زیباترین. شمس تبریزی بکن ذکر خدای ملکوت، نغمه پردازی این مرغ خشیلهان ادب است. این علامه بیان میکند که ای مرد، زمان از این مکتب درس گرفتی، برایت نعمت عالی ترین را خداوند مهربان در این عطا کرده است. ای برادرم، اگر مفهوم کلام استغفار را در قلبها جای نمودیم، اگر برای خاندان و زندگیمان استغفار کردن را محبوب دانستیم، الله ذوالجلال این نعمت در حال از روزگار بنده اش عطا میکند. از روزگار طبیب قصه میکنند که در شهر پاکستان باری هم براتون گفته بودم که یک طبیبی بود به نام دکتر ایشان. روزی برایش نامه ای رسید، گفتند تو را به خاطر عنوان بلند طبیبی را صاحب شدن به یک کنفرانس علمی دعوت میکنند. وقتی راه خط را گرفت، این طبیب حاذق رفت و شیبته هواپیما را خریداری کرد و به خاطر به دست آوردن عنوان طبیب عالی راه گرفت جانب آن موضع کنفرانس به شهر دیگر. وقتی بالای طیاره سوار شد، در اثنای پرواز کردن سرنشین آمد و گفت ای مردم، یک باران شدید آمده است که دیگر طیاره پرواز کردن نمیتواند. اگر اجازت باشد نزدیکترین مکان من این را سقوط میکنم، پایان میفرارم، زیرا امکانی پرواز نیست. این طبیب میگفت برادرم، من دعوتی دارم، باید اشتراک کنم راه خلاصی را بیاد. سرنشین گفت از این امکانی ندارم، به مکانی نزدیکترین این را پایان میکنم تا از آنجا به ماشین سفر تا ادامه بده. در نزدیکترین مکان طیاره را سقوط نمود. این مردی که دعوتنامه در دست داشت طبیبی حاذق بود، نزد سرنشین آمد و گفت چی باید کرد؟ گفت از یک ماشین کرایه کن به موضعت میرسی. ماشین را کرایه کرد و سری آن نشست. راننده چند دهه کرد ماشین شراند. یک دهه رسیدم که باران بسیار شدید میبارید. راننده گفت برادرم، من تو را به منزلت رسانیده نمیتوانم، زیرا بسیار باران شدید است. طبیب بسیار ناراحت شد، از ماشین بیرون شد که باران شدید باریده ایستاده است. وقتی بیرون شد
به آن دهه‌ای که مردم زندگی داشتند میدید که مردم یک موضعی است که مردم دارا نیستند، خانه های میانه ای دارند. از داخل خانه یک مادر برآمد و دید ماشین در راه نشسته است، دعوت کرد، گفت بیایید به خانه من. تا زمانی که باران شدتش پایان شد سفرتان ادامه میدهید. وقتی این طبیب وارد خانه ای مادر شد، مادر به نزدش طعام آورد. هر نعمتی که در خاندانش داشت نزد این طبیب آورد، اما نمیدانست که این طبیب است، این کجای دعوت شده است. طبیب از مادر پرسید: مادر جان، در خانه تنها زندگی میکنی؟ مادر گفت: ای بچه جانم، من گفت در این خانه با یک نبیره هم زندگی دارم. پس گفت نبیرت کجاست که نمی آید در جای شما خدمت کند؟ گفت او بیمار است، در خانه دیگر خواب است. طبیب گفت: مادر جان، چرا به نزد طبیب ها نبردی نبیرت را برای شفا یافتن؟ توصیه اونها را گوش کنی. مادر گفت: بچه جانم، من نزد تمام طبیب های این موضع زندگی من بردم. برایم گفتن ما از معالجه این نبیره شما عاجز هستیم و برایم یک راه خطی دادن. گفتن در شهر پاکستان یک طبیب است به نام دکتر ایشان، اگر مادر علاج بیابی، یگان کس کمکت کند، همین نبیرت به نزد همان طبیب برای تشخیص ببری، از خدا امید است که شفا مییابد. طبیب گفت: ای مادر، پس تو چیکار کردی؟ گفت: من یگانه کاری که در این زندگی هم میکنم استغفار است. فقط از خالق توانا استغفار میکنم که پروردگارا روزی شود که من را به نزد آن طبیب برسانی. از الله استغفار میکنم. وقتی این کلام مادر را این طبیب شنید، از جاش برخاست گریه کرد. گفت: مادر جان، همان طبیبی که تو در جستجویش هستی و شبها از الله استغفار نمودی، همان من هستم که خانه تو آمدم. ای مادر، سبب استغفارت بود که خداوند این باران رحمت از آسمان آورد، طیاره من سقوط کرد. ای مادر، گفت سبب این استغفارت بود ای مادر مهربان که ماشین ما آمد و در راست خانه شما ایستاد و من با امر الله بیرون شدم و فریاد تو رو شنیدم و به خانه آمدم. این دعوت الله بود که من در خانه تو آمدم. کنفرانس من همینجا تمام شد. برادرم، اگر ما و شما هم در زندگی محبت به استغفار داشته باشیم، از خالق توانا استغفار کنیم، این ملک صاحبش الله است، این حیات صاحبش الله است. وقتی از خدا خواستی، خداوند مهربان برای بنده اش نعمتش را ارزانی داده است. برو شکر یزدان بکن ای تنگ دست، که دستی عسس تنگ بر هم ببست. مکن ناله بر بینوایی بسی، چوبینی زی خود بینواتر کسی. جوان مرد عزیز، پدر مهربان، ما و شما فقط از درگاه خداوند خودش بخواهیم. ما توصیه دوست و برادر را در زندگی بگیریم و برای ضرر رسانیدن برادر کمک نداشته باشیم. باری برادرم، از روزگارت بپرس. نفری به نزدم آمد و گفت من در زمان صاحب وظیفه بودنم آمد نزد مسجد، گفت یک نفر باشد که فرزند من را قرآن بخواند. من گفتم چی بیمار شده است؟ گفت از کردار خودم شده است.
گفتم چی عملی انجام دادی؟ گفت زمان صاحب مقام بودم، وظیفه داشتم، فرزند نفری را به خاطر پیدا شدن یک رتبه ام بالا رفتن تهمت زدم. ندانستم که این درد داشته است و روزی از این مقام رفتم و خداوند این درد به فرزند خودم دچار کرد. حیاتم می سوزم و برای دوستانم می گویم که آزار مردم را برای خود پیشه نکنند. پس ای هموطن، ای دوست، در حدیث قدسی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند خداوند توسط گفتار حبیب خدا صلی الله علیه و سلم برای ما درسی را قرار داده است. ای فرزند آدم، روزیت را بالای زمین تقسیم نمودم، پس خود را در دریافت روزی خسته مساز. رزق از جانب الله بالای زمین برای هممان معین شده است. پس برادرم، ما جسمها را در دریافت رزق خسته نکنیم. خسته شدن، این خسته شوی جسم نیست، خسته شوی فکر است که زمان تفکر خسته شد لذت از عبادت می رود. ای فرزند آدم، من برای بدنت آرامش قرار دادم و برای زندگیت نعمت روان نمودم، پس در برابرش نعمتهای من را شکر کن. ای فرزند آدم، من در آفرینش زمین و آسمان خسته نگردیدم، عاجز نماندم، پس در دریافت رزقی که برایت میدهم خسته میشوم. ای فرزند آدم، من بندگان عاصی و گناهکارم را بی رزق نگردانیدم، آیا بنده شکرگزارم را رزقش را میگیرم؟ اگر این دنیا ارزش می داشت در نزد الله ذوالجلال برای آن نفرانی که عبادت نمی کنند با الله شرک می آرند خدا رزق نمی داد. اما دربار خدا بی نیاز است. ای فرزند آدم، اگر از نعمت من شکر نکنی، من دنیا را برایت چنین مسلط میگردانم که مثل حیوانهایی که در بیشزار از قفای رزق میدوند از قفای دنیا چنین میدوی. پس ای برادرم، سری هر مکانی که زندگی داریم، کسب داریم، خدا نصیب مان گردانیده است، هر کسب و کاری داری برادرم، برای الله زندگی کنیم، برای به دست آوردن قلب برادر زندگی کنیم. بعضی نفران از این بیماری که امروز دلهای مردم رنجور کردانیده است، دلهای اونها رنجور نیست، از این استفاده کردن مال به دست آورده ایستادن. آن یک توصیه ای که طبیب برای مردم میدهد که فلان گیاه بوی کردنش طبابت دارد، نرخش در بازار ببینید کی سوداش میکنن. یا توصیه میکنن که فلان رستنی زمانی تناول کردن ویروس از وجود نابود میکند، 1 کیلوگرم امو را 1 کیلوش نرخش به 100 سومان رسیده است. کی سودا میکنن؟ برادری عزیزم، اگر زمان خداوند ذوالجلال مرگ به سراغت آورد، مالهای جمع کرده به درد ما نمیخورن، پولهای بانک به درد نمیخورن. زن مال تو را خورد با شوی دیگر. برای همین دوستی مهربان،
این زندگی که ما و شما داریم، حیاتی که داریم، با دست آوردن قلبی برادری مسلمان در استفادهش کنیم. اگر دیدی برادری رنجور است، طبیب توصیهش کرد دوستی عزیز فلان گیاه ترا شفا میبخشد، این در دست خداست. لیکن شاید این کلام طبیب حاذق سبب است این خداوند این نعمت برایش نصیب میکند. گوش کنیم سخنی طبیب های حاذق، لیکن برای به دست آوردن او دست به حرام نزنیم. فروشنده های محترم، امروز با خدا تجارت داریم، در همین زندگی با الله تجارت میکنی. پس در تجارتی با الله ذوالجلال برای به دست آوردن حرام استفاده نکنیم عمر خویش را، که روزی در پیشگاه خدا جواب داریم، که روزی در پیشگاه خدا از این حسابات گفته می شود. از نعمتهای خداوند شکر کنیم و لذت عبادت را در استغفار و حلق پاک بجوییم. حضرت عثمان رضی الله عنه بیان میکند تعجب میکنم به آن مردمی که میدانند روز مرگ به سراغشان می آید، اما باز هم میبینی در دنیا به فریب مردم مشغولند و از فریب کردن مال حرام به دست آوردن با صدای بلند خنده میکنند. میگد من تعجب میکنم به آن کسی که میدانند روز این دنیا به پایان میرسد، اما نفس زندگی را به عبادت نمیگذرانند، به جمع آوری مال میگذرانند. بیان میکند تعجب میکنم به آن نفرانی که میدانند تقدیر از دست از جانب الله است، اما برای مالی که از دست رفته است افسوس میخورند. تعجب میکنم به آن نفری که میداند روز در قیامت حساب است از مال و از دارایی، اما در پی جمع آوری مال حرام میگردند. تعجب میکنم بر آن کسی که میدانند روز گناهکاران در آتش دوزخ سوزانیده میشوند، اما به خاطر چند روزه این نفس دنیا خود را به ورطه آتش میزنند. تعجب میکنم به آن کسانی که میدانند برای نیکوکاران خداوند جنت آفریده است، اما برای خریداری نمودن، برای به دست آوردن نیکی، برای واصل شدن به جنت راهی نمی جویند. تعجب میکنم به آن کسانی که میدانند شیطان دشمنی سرسخت است، انسان را به گمراهی میبرد، باز به او دوستی میکنند. روزی در مدینه منوره آوازه پهن شد که در نزد مسجد کلام های فروخته می شود، نعمت های پیامبر صلی الله علیه و سلم فروخته می شود. همه آمدند، اهل مشرکین هم آمدند، دشمنان حبیب خدا صلی الله علیه و سلم هم آمدند. گفتند چی مال داشته باشد؟ وقتی آمدن از آنجا سخن فروخته می شد، داده می شد، پند داده می شد. گفتند ما را با همین شما از کار روزگارمان پیاده دور ساختید. اما نفری به آن درگاه می آمد از اونجا نعمت می گرفت. روز شیطان علیه لعنت در نزد عبادتگاه مالی را بس تجارت گذاشت. مردم همه نوبت بودند. از این مال یکی دروغ بود، یکی فریب بود، یکی حرام بود. همه می ایستاد که با دروغ مال به دست بیارد، با فریب خزینش بای شود. اما در مکان دیگر مالی را رایگان می دادند، کسی در اون نوبت نبود، نمی خریدند. گفتن این کدام مال است؟ گفت این درس زندگی حبیب خدا صلی الله علیه و سلم. پس ای برادر، ای هموطن،
این نفسهای روزگار غنیمت بدانیم و حلقها را از حرام پاک بدانیم. درست از توصیه های بهترین روزگار طبیبان عالم است که به خاطر رعایت کردن و نگذاشتن حمایت کردن دهانها را محکم میکنیم. روز شود که حلق محکم کنیم از حرام، که از اینجا سخن حق براید و به مکانش برسد. این از راهی پیشگیری، راه سعادت، راه شکری بنده مسلمان از درگاه الهی. پس ای برادرم، این نعمتها را برای درس زندگیش قرار بده و از خداوند ذوالجلال چنانه که در بالا بیان داشتم، حبیب خدا شب را به عبادت و به نماز میگذرانید. این کلام ها و این روزگار را به این سپری نماییم تا خداوند از این نعمت ها برایمان برکتی را در زندگی نصیب کند، روزگارمان خوش بیاید. یاران حبیب خدا صلی الله علیه و سلم مکتب زندگی را از این معلم مخته بودند و فقط نعمت را از خدا طلب میکردند. اگر ای برادر در زندگیت الله را برایت محبوب دانستی و کمک را از خدا خواستیم، خداوند برای ما و شما کافی است. خداوند قدرشناس نعمت بنده هست، به شرط بنده مسلمان نعمتهای خدا را پایمال نکند. سلامتی را قدر کنیم، آسودگی را قدر کنیم. پدر و مادر نعمتی گرانترین زندگی است، ایشان را قدر کنیم. با دوست و برادر دوستانه زندگی کنیم، حیات دوستانه داشته باشیم. این سعادتی است برای درس زندگی ما و شما عزیزان. این برکتی است برای زندگی ما و شما عزیزان. پس از این نعمت خود را غافل مساز ای بنده و دعا را محبوب بدان و دل بنده ای مسلمان را به دست بیار. امروز اگر مالی را مردم برای طبابت از تو انتظارند، امروز اگر مردم از آن گیاهی که تجارت میکنی برادرم و امروز توصیه برای استعمال او است، اگر قدرت داری با الله تجارت کن و برای به دست آوردن مال گران در این تهلکه مردم استفاده نکن که خداوند خاکش میگرداند. این نعمتهای خدا را میتوان با دوستی با خداوند ذوالجلال به دست آورد. پس برادرم، روزی از جوان حضرت ابراهیم علیه السلام پرسید. جوانی عزیز گفت: برادری عزیزم، در عمر جوانیت چی کسب داری؟ گفت: من با مخلوقات خدا زندگی میکنم، با حیوانات، گفت سری صحرا گستانچرانی میکنم. گفت: چرا طلب علم نآموختی؟ گفت: تمام علم میدانم. گفت: یا ابراهیم، گفت چیزی میدانی برایم بگو. گفت: تا زمانی که بالای زمین راستی تمام نشود در زبانم دروغ نمیبرم. گفت: تا زمانی که الله ذوالجلال رزاق است، برای به دست آوردن برده اینان به در خانه کسی به گدایی نمیروم. گفت: تا زمانی که قدمم به جنت نرسد، از شیطان خود را ایمن نمیگیرم. یعنی ذکر خدا میگویم که شیطان به وجودم نآید. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت: اگر نفری در زندگیش این درس این جوان را برایش دستمایه قرار بدهد، خداوند او را نجات میدهد. برادری عزیز، پس بیایید شکر نعمت را از خدا بخواهیم. پس بیایید برکت نعمت را از الله بجوییم و دعا را در زندگی فراموش نکنیم.
نه در حق خود، در حق برادر، دوست. این جامعه جهانی که امروز خبرهای مرگی بندگان خدا را در پیامک ها برای مردم روان میکنند، از خداوند بخواهیم که پروردگارا همین وبا را از سر جامعه جهانی دور بگرداند. فرصت به پایان رسید. از الله عزوجلال تمنا و دعاگوی آن هستند که پروردگار مهربانم به حرمت این روز مبارکت برکت را در عمر، افزونی را در رزق، صحتمندی را در اعضا، توبه را پیش از مرگ، راحت را وقتی مرگ، آزادی را از آتش جهنم و وارد شدن را به جنت الفردوس برای اینجا نشستگان ارزانی بگردان. الله عزوجلالم بندگان محبوبت، بندگان دوستدارت را خدا عزوجلال دعایشان را استجابت کن. پروردگارا سبب دست برداشتن ما به سوی طی الله عزوجلال در این درگاه نور، در این روز اجابت دعا، التجای آن را داریم که خدا عزوجلالم تو طبیب هستی، تو شفا دهنده قلب ها و بیماری ها هستی. ای الله این بیماری را از سر بندگان دور کن. پروردگارا سرجمعی مردمت را بالای این زمینت پریشان مساز. الله عزوجلالم قدم های ما و شما را به سوی صراط مستقیم راهنمایی کند. آمین یا رب العالمین.